ما اولادی آریانیم، یاد از عالی سامانیم. بامی جهان چو زیباست، در زیر بامی جهانیم. فرزندی تاجیکستانیم، فرزندی تاجیکستان، فرزندی تاجیکستانیم، فرزندی تاجیکستان. رحمت کنم. رحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، دوستان گرامی، استادان محترم، خواهران عزیز، خوش آمدتان. از دیدارتان خیلی شادم. امروز شما را دیده تمام آن زندگی که 60 سال از حیات من گذشته است پیش نظر همچون فیلم نامه آمد. با هر یکی شما گویا که رشته های جانی من پیوست بود. عمری ما گذشت. خوش آمدتان. نور دیده تاج سر. من عبیدالله کرامت 15 سپتامبر سال 1963 در دهه نوآباد جماعت دهات نوآباد شهر ایسار به دنیا آمدم. پدر من اقتصادچی بودن، مادرم کلخوزچی بودن. پدرم در سن 86 سالگی سال 2022 از دنیا گذشتند. مادرم حالا بر حیات هستند، دور پیری میرانند و ما حالا هر سحر، همین سحر نیز با دعای مادر به اینجا آمدم. سحر خستم، همین سفیدی که در روی حولی ما بود به من باز یک فرح بخشید. ما دیر باز این سفیدی، این برف را انتظار بودیم. این زندگی انسان از روی طبیعت است و این نعمت را خداوند به ما ارزانی داشت و با دعای مادر امروز به سوی من تلویزیونی سفینه شتاب کردم، با شما پیوندان واخوردم. من اول در مکتب ابتدایی رقم 82 تا صنف سیوم تحصیل کردم. بعدی ختم مکتب ابتدایی به مکتب رقم 52 کلخوز لنینیسم به تحصیل رفتیم و تا صنف 10 در آنجا تحصیل نمودیم. پس از ختم مکتب میانه من به دانشگاه هنرهای زیبایی به نام استاد میرزا ترسونزاده داخل شدم به شعبه اکتیاری، درام و کینا. در وقتی در دانشگاه تحصیل کردنم استادان ما، استادان مشفق مهربان، پروفسور باریس ولادیمیروویچ بیبیکوف، پروفسور ملیکه حلیمبیک و پروفسور محرم فایزوف، ایسا عبدالرشیدوف، تقای مراد رازیقوف، سارا مسافرشای و نبی جلالوف و بسیار استادان دیگر به ما درسی صنعت آموختند و هنگام دانشجویی همکورسان من در اینجا حضور دارند. برادر عزیزی ما دولت نظریف همکورس ما هستند، اسکندر کریموف، صابر جان بایف، آبی جان ازارف، سنوبر میرملای و قربان علی ظاهرف، نبی جان پایندایف، رافع بزرگوف و بسیار هنرمندان دیگر که حالا در همین ساحه کار و فعالیت دارند. ما با موفقیت دانشگاه را تا کورس سوم خواندیم و بعد از کورس سوم ما به مسکو رفتیم به تجربه آموزی. پس از آن اولین تئاتر لختک در تاجیکستان گشوده شد و اولین تئاتر لختک وقتی که گشوده شد به ما ویکتوریا سمیرنووا درس میگفتند از تئاتر ابراسووی شهر مسکو و استاد ظفر جوادوف همان وقت سرکارگردان تئاتر لختک بودند و سپکتاکل نانوک، سرگذشت نانوک را به صحنه گذاشتند که آهنگساز قدرتالله یحیایف بودند و اولین نقش نانوک را من اجرا کردم. با سرودها با آواز زنده میخواندیم، هم سرود میخواندیم هم یعنی لختک بازی میکردیم. گرچند که ما در صحنه نمیتافتیم از پس پرده، لیکن
ما کوشش میکردیم که همون ابراز ما آفریدگی به همون کودک ها معقول شوند. پس از در تئاتر لخته کار کردنم به شعبه فرهنگ شهر ایسار به کار رفتم و در شهر ایسار در همان وقتا پست‌سوویت اکتبر میگفتن در سوخوز نهال پروری من به صفت مدیری کلوب کار کردم. پس از آن به خدمت حربی رفتم. خدمت حربی رو در اوکراین با سری بلند اجرا کردم. پس از خدمت حربی آمدن در خانه پیانیران حاضر خانه بچگان بود به کار در آمدم. پس از آن راهبری بدهی شعبه فرهنگی خب شهر ایسار تعیین شدم و در کلخاز لنینیسم در آنجا مدیر کلوب تعیین شده تئاتر لختک تشکیل کردم که همان وقت کاتب کمیته مرکزی بابا صادق و آمده تئاتر ما را قبول کرده، یعنی که پاسپورت و همون نظام نامه دادند. در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کردم، در انسمبل جهان آرا، در انسمبل فولکلوری دولتی گنجینه فیلارمون دولتی به نام استاد اکاشریف جورایف کار کردم. در شعبه فرهنگ ناحیه شهرینو کار کردم و حالا هم کار کرده ایستادم. در اتحادیه گروه های ایجادی کنسرتی فعالیت نمودم. راستی گپ بسیار سرودهای ایجاد کرده من هنگامی وقتی که سالهای دانش آموزی بود در دهه آغاز یافت. در دهه ما یک گروه هنرمندان داشتیم که بسیار آدمان فاضل و دانشمند کلان کردن، آموختن. حالا نه ایجاد کرده ایستاده بودیم از جهت انتخاب شعر، موسیقی و ما استادی عزیزی ما روحشان شاد باش جمال الدین مقصودوف بسیار نوازنده بزرگی چنگ بودن. استاد محمد نبی زکیروف دانشگاه هنرهای زیبایی تمام کرده بودند. استاد زوردین یوسفوف روحشان شاد باد بسیار آدم فاضل دانشمند علم کیمیا بودند، لیکن ادبیات تاریخ را بسیار خوب اعلی میدانستند. استاد عمرعلی رجبوف پروفسور من اینجا همدیهای من حضور دارند، یک آوازی ناتکراری وقتی که این کس شعر میخوانند یا پندنامه میگویند همه راحت میکنند. استاد ابراردین اوراقوف اون کس هم اقتصادچی بودند. سنت الله سعیدوف آوازی بسیار خوب داشت، فارم داشت و ما تا سمرقند و بخارا همون دوره از همون ده همین انسمبل ما به توی ها میرفت، کنسرت ها میرفت. من فخر میکنم که این استادان به ما هم درسی آداب هم دانش کتاب ها رو به ما میدادن. حافظ، بیدل، اولین سرودی که ما در ما انسمبل ماندیم این غزل حافظ بود. ای خسروی خوبان نظر سوی گدا کن، رحم به منی سوخته به سر و پا کن. دارد دل درویش تمنای نگاهی، زان چشمی سیه مست به یک غمزه دوا کن. اسلام الدین مقصودوف همین قشنه چنان می نواختن، همین خفارم هم وقت قشنه چی نبود، کم بود و انسمبل ما قشنه داشت، اسب پای ملی بود. من به همه این استادان سر تعظیم فرود میارم. استاد رحمت به شما که به ما خیلی درس ادبیات و معرفت آموختید. وقتی که در شعبه فرهنگ ایسار بودم استادان احمد جان محمدیف، کامل جان غنیف، محمد سعید احمدوف، استادی بزرگی ما استاد ناتکرار حسین نصرالدین، تاج‌الدین محیدینوف، کمال پیروف، لطیف کمالی، عبدالرحمن نوروف، استاد کریم نظروف من در همین جا حضور دارم. به ما نازکی های کسب را می آموختن. فقط کسبیت، گرچنده که در ساحه تئاتر هم
هنرنمایی میکردیم، لیکن آوازخوانی میکردیم. من از این استادان به حد سپاسگزارم که به ما درس مهنت آموختن، درس استعداد آموختن. در وقت دانش آموزی من عموما گویم بسیارتر در پایانتر چهارکران در دهه غزدال‌آباد لب دریای همین کانال کلان ایساربه در خانه ادریس امک بسیار عمری من همونجا گذشت که من اسکندر جان هم کرسی من بودم. در خانه اسکندر ادریس زاده بایف صابر از همان دهه ما به خانه اینها می رفتیم. یک گروه هنری بود در وقت دانش آموزی. همون وقت ما با استاد دولت نظریف هم کرسی من اینجا حضور دارن. من برنده بودم، برندگی میکردم، دولت نظریف می سراییدم. دوره خالگی نبود، باور کنید. قطعی این شخص یک کانی سند بود، تمام اسباب‌های می نوازد، تمام اسباب‌های. با من هم گاگا رئیسیاری میکردم، اسکندر بود، قربان علی طبله قطعی آبیجان نظر برابن می نواخت تو دایره می نواخت. رئیسیاری میکردیم که انا این سرود بعد این وای کنید ضرب‌ها به نوبتیتون. ما در قبط دولت نظریف بودیم و در خانه از پدری بزرگوار این کس استاد بزرگ صنعت عبدالله نظریف من دعا گرفتم. در همین گردشی ایرپورت خانهشون بعضی سه میگون در همون خاندان ما مشق میکردیم رفته و من نیز همین درسی هنر از همین آموختم از همکرسان خود. اسکندر جانم یک آوازی ناتکرار هنرنمایی میکرد. پیش اسکندر جان اکادیون می نواخت، چنان میخواند یک آوازی همین شیرینی وای، لیکن همین اکتیوری قپید. ما باشیم هنرنمایی آوازخوانی وای کردیم. صابر جان بایف بسیار یک پیروی استاد محمود جان واحدов. این غزل هایی که این کس میدوند همین دیده ما هم همون تمامی همین کلاسیک های شعراش از یاد میکردیم که همین رنگ صابر جان ما هم 300 غزل از یاد کنیم، 400 غزل یاد کنیم. گفته روبایی میدونست تو یگان معرکه نبود که ما نشسته به شعرخوانی به ادبیات باشد. سالهای با بزرگان، سالهای 93 بود. استاد ظفر ناظموف یک روز در یک معرکه شدیم، گفتن عبیدالله چند جا باشیده بودیم، همین خیلی سرودهای خلقی میخواندم. من همون عروس از سیسار شادمان، باغ درای دیانگما، من همون سرودی از قرطاق آمدیم، گل رفتار شهاب و میخواندن. از قرباغ آمدیه رو به تبا آمدیه، از قرباغ آمدی میگود. همون ما یک کلمه شگریته همراه شادی تاشف از قرطاق آمدیم کردیم. انا رفتیم بالای حصار، شعرش شادی جان نوشتن. همون شعر قطعی ما مشهور شدیم، عروس حصار شادمان قطعی. و ما در یک هفته ممکن 2 روز 3 روز در همون دهه قرطاق من سالهای دراز نان این خلق این دهه را خوردم. شکر میکنم که در وطن استاد میرزا ترسونزاده معرکه‌اش از همین بیگاه سر میشد تا 4 سحر صبح میدمید، بعد مردم میرفتن. همون وقت بسیار غزل میخوندم، سرودهای شراره، من این سرودهای تربیوی مادر پدر، سرودهای رقصی هم میخوندم. من اینجا استادانی بزرگی ما، یکی استاد من اشورکه اینجا حضور دارن، استاد روح الله جورابایف نیز حضور دارن، من اینجا بهردین کلانوف حضور دارن، ویتران ها اکی جورابای حضور دارن، اینا ویتران های جنگ و مهنت. اینا وقتی که ما قرطاق به می رفتیم میترسیدیم. برای چی میترسیدیم؟ میترسیدیم که یگان چیز خطا نخوانیم، برای که مردم بسیار دانشمند بود. باور کنه همون شعرهای میخوندیم. بعد استادان بسیار همینجا معلم‌ها بعد با خانه بم میشتن، بعد میگفتن که فلان شعر همینجاش همین خیر نمیشد. ما خطا کردیم و کوشش میکردیم وقتی که به همون دهه رفتیم البته یک رپرتوار میکردیم که همین خطا نخونیم. غزلای حافظ، بیدل، صایب، سنایی خطا نخونیم. گفته همون وقت قصه ها میخوندم. استاد کریم نظرف یک آهنگشون من به همون وقتای جوانیم به داده بودن، همون پرپر زلفانش به
همون خواندم بین آهنگ من اوهای گردیم قدش بیا من همون سرودی پرپر زلفانش خطی باز شهرتیار شدم. انسامبل فولکلوری نسیم قراتاق همین رشته جانی من خطی پیوند است. چی میگن وقتی که تشکیل شد من در اونجا کار نمیکردم، لیکن وقتی که از من اومدم میپرسیدن من با جون دل یاردم میکردم من این خیل میشود، من این خیل میشود و این خیل میشود. برادر عزیز ما ملک مراد بولتاєв، خواهرای ما مرحبا صادق و بیبی رجب اپا علی مردانова روحشان شاد بود. و من اینجا حاضر راهبر فولکلوری انسامبل من اپای حاجی مراد و سلامت حضور دارن، اپای توی بیبی من آوازخوان جوان فرزانه خان که آهنگای ما بسیار میسراید. من شکرانه از چی میکنم؟ شکرانه از استقلال میکنم، از آبادی میکنم، از آزادی میکنم. شکرانه میکنیم که همین تاجیک دیرفش خود را یافت، تاجیک وطن خود را صاحب شد، تاجیک سرور خود را صاحب شد. شکرانه از آن میکنم که من حالا حافظ خلقی تاجیکستان هستم. همین سال صاحب شدم و این من وادار میکند که باز هم بسیارتر ایجاد کنم و به خلقم خدمت کنم و به شاگردان آموزم. اعضای حزب خلق دموکراتی هستم و هم در یچیک ابتدایی خیلی سالها شد 10 سال وکیل خلق در ناحیه بودم. من 5 سال دیگر وکیل در جماعت هستم، با خلق هستم. از همه این به شرافتی من همین استادان عبدالجبار ستارов رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شهرنو بودند، حالا ظفر مظفرov هستند. من قدرتی جانشین آن کس می باشند. ما با اینها همکاری داریم. در بسیار دولت‌های خارجه بودم، در کویت، ملک چین، روسیه، اوکراین، امارات عرب و دیگر دولت‌ها، ازبکستان، ترکمنستان. در خاندان ما صحبت‌های بسیار برای من پسند، برای من تربیتگر این صحبت با استاد ظفر ناظیمov، استاد آدینه هاشیمov نیز در خاندان من مهمان بودند. من هم پسرشم خورد بود، همراه استاد چند هفته در همونجا بودند. استاد حسین اسدین می آمدن، تمام خلق. استاد آدینه هاشیمov خانه عبیدالله آمد از گفته بیگانی مهمانخانه من جای خالی نبود. همین چند روزی که استاد بودن همان روز همون جایی نشست نبود. از دهه های پایان بالا مخلص استاد می آمدن، همون دو تارچه‌شان در دست بود، می خواندن، تحلیل شعرها میکردن. استاد حسین نصرالدین روحشان شاد بود بسیار وقت به ما میگفتند که شماها فنگرام نخونید. خودشان که معلم بودن همین میگفتن همین اکو حافظی که فنگرام قطعی شد میگفت همین اگر معلم فنگرام درسیت گفته باوری کرده میگم ما هم میتونیم هم مگنیتوفون مونده همین میگفتن که فنگرام نخونید. ما بسیار وقت در همه جا زنده میخونیم. شکرانه عائله دار هستم، صاحب 6 فرزند. فرزندها در زندگی صاحب معلومات شدند. نبیره هایم خیلی بسیار هستند، شکر میکنم از آنها. از کار که به خانه رفتم هم نبیره های گرفته در بحر و برم گوهری یک تاست نبیره، هم ذوق دل و زیور دنیاست نبیره. فرزندو اگر دانه که زردالوی قند است، از مغزی همان دانه که علاست نبیره. همین نبیره شروط خوانده، نبیره های نوازش میکنیم همونا قطعیم. بسیار روز من به کتابخانه میگذرونم. وقتی خانه میبیم در همون حجره کاری هم کتاب هست. خودم کتابخانه شخصی هم دارم و از کتابخانه ها مطالعه میکردم. در همون سالهای دانش آموزی هم در نصف عمرم در بیبلیوتک فردوسی و لاهوتی گذشت. می آموختم، ادبیاتی بسیار خارجی میخوندم، درایزر، بالزاک، کتاب های روسی، گورکی، شکسپیر، استروسکی،
اگر چقدر کتاب خونی همونقدر تجربه اکتیور زیاد میشد میگفتن. شوق و ذوق من زمین است، دهقانی است، چاروا پروری است. در زمین مهنت میکنم با همین دستایم. هوای قطیر خودم چی میگن؟ همین آدم عصبش آرام میکند. گه برای اون نه. بسیار وقت میشد وقتی من زمین به مهنت میکردم، کارتوشکا هم از زمین خودم میبراید، پمیدور از زمین خودم، گوشت از مال خودم. حالا هم در خانه هست، چاروا داریم، زمین به مهنت میکنیم، میوه هم خشک میوه هم بسیار اصل در خانه. اون برای اون نه، برای همون مهنت میکنم که همین فرزندان مهنت یاد گیرن. اولین بار در تلویزیون تاجیک من به صحنه برآوردگی استاد بهرام سیف‌الدینов هستند. در یک معرکه من در رادیو میسراییدم، نه که در تلویزیون نبودم، جوان یاش بودم، نه اینستیتوت تمام کردگی. وقتی که 3-4 سرود خوندم، یک نفر آمده من بگفت که شما استاد فایرو دارن. و گفتم کی؟ گفتن بهرام سیف‌الدینов. روید گفتم اون کس کی؟ گفتن رژیسور تلویزیون. بعد آمدم استاد من گفتن که شما پگاه نزد من بیاید، شما نزد من بیاید. گفتم من آمدم نزدشون. اولین سرودی من خواندگی با دایره بود، مورگی. ایجادیات هم گوش کردن و بعد همون وقتی که خواندم بعد گفتن که همین سرود کار میکنید، همین نکنید 2 قسمت 3 قسمت کنید. سرود با من وقتی که سراییدم یاد دادن، خودشون برده در رادیو اسمت الله سعیدov رژیسور آواز بودن، ثبت کردن. روزی ثبت در سال 9 درست آمد. در همونجا هنرمندی شایسته تاجیکستان استاد سعیده فیضعلی و خودشون فایرود کرد، رقص موندن در همونجا. اولین بار من در آینه نیلگون برآمدم به طور کسبی، گرچنده که در دوران دانش آموزی می برآمدم. من از استاد بهرام سیف‌الدین بسیار سپاسگزار هستم. یک کفگویی برای استاد شد. درباره مادر شعرها سرودانی های زیاد است. سرباز گهی نبرد مادر گوید، جانش چوفیتد به درد مادر گوید. سیمای پدر به یاد آید، اما در لحظه گرم و سرد مادر گوید. شما سخن با دعای مادر سر کردید. دعای مادری جان را خدایا مستجابش کن، کسی خارش نگه دارد عتابش کن، عتابش کن. بعداً درباره استادها سخنرانی کردید. حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. نروید تا به خدمت استاد علم و عرفان کجا بگیری یاد. و تا جایی که من از گفته های شما معلوم شد، شما فاکولته اکتیاری دانشکده هنرهای زیبا رو ختم کردید. و چی سبب شد که هنر آوازخوانی پیشه کردید؟ هنوز از اون مکتبی میانه همون کروژوک هوسکاران بود. همون وقتا ما صحنه‌چه ها بازی میکردیم. توپ گرفتم به دست، پا زدم اون رو به شست، آینه مکتب شکست، وای به احوال نمی. شعرهای حجی میخوندیم با آهنگ، با یک رباب و دایره میخوندیم، صحنه‌چه ها بازی میکردیم. از خاطرم نمیبراید در بریگاد مکتبم کار میکردیم، در دهه هم تا نصف روز مکتب میخوندیم، آمده بعد پختزار به کار میکردیم. همراه برادر شما عثمان علی، از خاطرم نمیبراید، پارو میبختیم، دارو میبختیم. همونجا کینوی بابی برآمدگی بود، هندی. همین چنان نقل میکرد به من که من همین به اختیار خیال که همون رج من باشم، ده همین رول بازی کردگی. همون شوق اکتوری همون وقت بسیار غلبه کرد و من به دانشگاه داخل شدم. لیکن ما در همون اینستیتوت وکال میخوندیم، درس آواز. وقتی که به ما درس میدادن میگفتن که تئاترها یک تئاتر اکادمی و دراموی نیست، تئاترهای موسیقی مسکوی است، تئاتر اپرا هست که به موسیقی به آوازخوانی نیاز دارد. و ما از همونجا من آواز باز وای کردم. در تویهای همون ده هم برندگی میکردیم، بعضی وقت در دیگه جو برندگی میکردیم که حافظا دیر میکردن. بعد او مردم قپیدن در کار بود. بعد تا آمدن حافظا باید 2 سرود یک فیراد میخوندیم. بعد همین خیلی
در بین حافظا با یک تا سرود خوندم خیلی آوازخوان شده رفته ببین همه خیلی آوازخوانه که درباره مادر گفتید میگد وقتی سحری دعا بگیر از مادر بر جان عزیزی تو شود همچو سپر. شعری به فکرم استاد عبدالرحمن جامی باشد از خاطرم نمی رود من توانم صورتی مادر کشم صورتی مادر به خط زر کشم من توانم چشم و رو و موی او با هزاران رنگ زیباتر کشم لیک حیرانم که مهری مادری من چیسان در صفحه دفتر کشم. مخصوص مادرنامه در ایجادات من موقع خاص دارد. بیمار است مادر من هم چند سال شد در بستری است مادرم 86 به حالا هم انا با دعای همون کس دولتی سر ما هستند. عبیدالله جان شما یک هنرپیشه موفق هستید همچون آوازخوان همچون سراینده نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از تاجیکستان علیه شهرت هستید لیکن شما در اصل هنرپیشه تئاتر هستید شما 5 سال در شعبه اکتوری انستیتوت صنعت من با همراهی من استادا تمام کردید اگر امروز شما را تکلیف کنند که بیایید به تئاتری به نام لاهوتی بیایید به تئاتری به نام استاد محمود جان واحدوف شما خود را با از دیگر احیا کرده میتوانید همچون هنرپیشه تئاتر. من راستی گپ حالا هم نقش بازی میکنم در تئاتر خلقی ناحیه در حصار من در سه خواهران چیخوف تو زینبخ بازی کرده بودم همون وقتا غیر از این چند وقت در همین صحنه هایی که در تئاتر ناحیه میموندیم من علاقه ها میخوندم نقش ها اجرا میکردم من اکتوری مسحکه رولای مسحکه بسیار بازی میکردم همون وقتا لیکن اگر که یگان نقشه به من گویند که بیا همین نقشه اجرا کن من از اودش برم برای چی نگویم او این سنت همین است ما خداوند به ما همین هنر داده است اگر از دستمون بیاد ما در خدمت خلق هستیم. سلامت باشید. تشکر. ما همراه استاد عبیدالله کرامت خیلی سالهای عجیب کار کردیم و تا همین روز بازم ایجادات مابین داریم بسیار یک ایجادات مهم داریم اجا و چندین سالی که در فیلمان در تویستان اجا همراه استاد کار کردیم چندین برنامه آماده نمودند در تا همین روز طریق تلویزیون ها هم برنامه نمایش داده می شود و یک سرودی که من به استاد تحفه کردم دشتی بالا گندمای تا همین روز در تمام معرکه تکرار به تکرار میگم که وقتی همین سرود سروید دشتی بالا گندمای دختر مالی مردمای دشتی بالا گندمای دختر مالی مردمای تو ناز نکن سنم جون عشق کو در دلمای تو ناز نکن سنم جون عشق کو در دلمای در دهه ما یک دشتی عجیب بود دشتی بالا که از همه دشتی که سرحاصلی همین باغی کلون داره دشتی بالا بعد چندین بار من سوال دادن که شما همین به نظر دشتی بالای دهه یا که دیگه من گفتم این آهنگ استاد عبیدالله کرامت من همین سوال میتونم که همین استاد کدوم دشتی بالا به نظر دارن من همین روز خودش راست اومد همین سروده که من توفه کرده کدوم دشتی بالا به نظر دارست این شعرهای خلقی است این از ایجادات خلق فولکلور من همین دشتی بالا گندم این از فولکلور ایجادات خلق است دانش مردم فکر میکنم که جامعه استادی را در خط زندگیت علاقه پوشیده ای من همدرس عبیدالله جان هستم چون صابر جان هم حضور دارن یک چند نفر همدرسان دیگران ممکن حضور نداشته باشن اما در سیمای آنها از نام آنها ما همون گویا که تهنیتگوی شما هستیم و یک سوال دارم اتنوگرافیا فولکلور و سرود و ترانه های مقیمی تاجیکستان کهن بنیادمان که دست اندر کاری همین ساحه خود شما در آوان
دانشجوییمون دیدیم که در همون شبنم گروهی که در دانشگاهی صنعت بنومی استاد میرزا ترسونزاده که فعالیت داشت و سهم خود شما شاید از همون سالهای دانشجویی سر شده باشد و من همین رو گفتنیم که یک روشنی می انداختید که سرود و ترانه های ملی، سرود و ترانه های سنتی چی شد، چی باعث گشت که در قلب شما، در وجود شما مسکن گرفت و از آنها زینه به زینه ایجاد پیرهی ایجاد خود را باز تابشی نو دادید. من میخوام پاسخ گیرم. راستی من اول در مکتب میانه در کلوبی تاریخی کشورشناسی اعضا بودم. استاد مولایف تمام موقع های تاریخی امین وطن دور میزدیم. من به شهر کلوب سفر کرده بودیم، همون جای های قدیمه به قبادیان سفر کرده بودیم، همون قلعه های دیدیم، حصار به همشه. همون وقتا من دستم به یک مگنیتوفون های کلام بود، خیلی انتا همه خیلی وسنه وای بود. همونای برده می بردم و یگان موی سفید و همونجا بعد کنجکاو بودم آخه جوانای یاش همون کجا یک دایره می زدن من البته ثبت کرده می گرفتم. همه خیلی شد من بعد از همون سرودی عروس ایسار شادمان خواندم، بعد دختری غرمی، دشتکای بلجوان، زیدالمای ماه ما، صنم بدخشان. در همین روزی به عنوان یک سرود تیار کردم. همین شب اسکندر جان غیژه کشوه کرده به نزدیکی خمی برد. گلگلی دروازه خشقد خشنازه، گلگلی دروازه خشقد خشنازه، چشمای سرمزه به دیلکم براش داغی. همینه راست دیگه با آهنگ نوی ملی همین خلقی ایجاد کرده من با فولکلور بخارا به سفر کرده بودم، سمرقند، با دهناو، تاجیک نشین کجای بسیار بود ما می رفتیم، همش همونجا ثبت کرده گرفتم. بسیار مورگی هایم، کوهستان، فلک هایم، همش هم کجایی که می رفتیم ثبت کرده می گرفتم. بعد از انستیتوت ادبیات و زبان اکادمیا به نام استاد عبدالله رودکی اونجا یک بایگانی دارد، مخصوص ثبت های قدیمه ثبت کردگیان، کارهای علمی عالمان هستند. من در همونجا از همونها هم میگیرم، یا مصرع خواندگی، دو مصرع خواندگی یا شعر خواندگی، همونها آهنگ میبندم و میخیل. افتخاری ما هستید. ما هر باری که در آینه تلویزیون شما رو میبینیم خانواده هم میگیم که ما امین وقتی گاه مشت به گریبان هم بودیم، گاه بحث های ایجادی میکردیم و شعر میخوندیم و سرود جور میکردیم و خلاصه همه چی. و همین حالی که از آغاز که یادآوری کردی عبیدالله جان، این یک محبت بود، یک دوستداری چین ناگفتنی. یک شعر به یادم آورد که میگه که آن حرف دلفروز که راز است و راز نیست، من فاش گویمت کی شنید، از کجا شنید، دزدید ز آسمان و به گل گفت شبنمش، بلبل ز گل شنید ز بلبل صبا شنید. این همین آهنگ زیبای همین محبت است. بله. و امروز هم تو از نام مادری که مادری کهنسالت که قدر به افتخار گفتی و دیگه مادرای ما آوردین در عرفه ایدی روز مادر، در حقیقت همین محبت است، همین عشق است و این به عشق حیات کس گوارا نبود. به عشق جهان خوب بود دلاران و این محبت بود که تو سرود ساختی و یعنی تو ارمغان داشته هستی، ارمغان گرفته هستی، تو نظر کرده هستی. استاد ترسونزاده گفتن که دانت ها در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدر آدم هم بلند از خاکساری می شود. این خاکساری تو است، دسترخوانداری تو است، خانه نان سری خانی پر از ناز نعمت تو ما بودیم. سوال من چنین است، گفتی از تاجیکستان بیرون شهرهای دیگر هم بودیم، فرض کردیم در روسیه بودید، یگان سرودی
ба русӣ хондагитон намедонам чистушкаҳошон ми ямон замзамаи хайка сурудои маъмулу катюшаю бо чанд баёи дар вақти хизмати ҳарбӣ чандта сурудое хондем ҳамино як намедонам як бандобасти мусиқӣ кард кати шумо ягон ҷо суруда бошед ё ки ҳамин хел ният ҳаст ё не мегӯянд ки вақте ки аз ватан дур шавӣ ба қадри хору хаси ватан бирасӣ сурудҳои ватанпарварӣ дар эҷодиёти ман мавқеи хос дорад махсус ки ба хориҷа сафар мекунам вақте ки аз сафар мебиёям вақте ки дар ҳамин ҳавопаймо дар ҳамон фурудгоҳи душанбе шумо як фикр наздик мешавад ку вақте мегӯянд ки ҳоли мо пас аз чанд дақиқа ба майдони ҳавоӣ фуруд меоям мегӯянд бинем мардум чӣ хел мешаванд ҳама як нафаси вай мекаша ватан вақте ки мефарои боду ҳавои ватан ин тамоман вай аст дар ҳамин русия будам ҳамон як шеър хондам баъд оҳанг даровардам шеъри клара василева бошад ҳамон навиштагӣ шоираш дар хотирам нест ҳамона оҳанг бастам бо забони русӣ хондагиам Таджикистан любимый дом мне каждый вечер снится сон как будто снова где-то в нем гуляю жарким летним днем Таджикистан, Таджикистан, земля моя, люблю тебя. Таджикистан, Таджикистан, мать родная, люблю тебя. убайдуллоҷон вақте ки сухан дар атрофи сурудҳои шумо рафт ҳамин яке аз сурудҳои шумо духтаракҳои ғарбӣ ин қадар маҳбубият на танҳо дар тоҷикистон дар тамоми дунё пайдо кард чи ҳамин ҳозир ютуба кушоед ҳозир фейсбука кушоед ҳамон аз афғонистон ҳам хонда истодиянд аз эрон ҳам хонда истодиянд ва имрӯз як духтара ки занги имрӯз ба душанбе омадасту бо номи ҷамила ном баровардааст ҳамин сурудам мехонад назари шумо ба хондани ана ҳамин духтарак ҳамин суруд чӣ гуна аст ҳамин рости гап санъат сарҳад надорад санъат сарҳад надорад ман ҳамин устод тоҷиддин муҳиддинов эйсанам оҳанги олмония дар рӯи дунё муаррифӣ кард хай суруди духтаракҳои ғармӣ ин як образи духтари тоҷик аст дар ҳамунҷа қадаки баланд абрӯи каман бонуи тоҷика мо ҳамун зебогиша бо ҳамун суруд як оҳанги халқӣ кард тасвир кардем не ки яке машҳур шуд бо оҳангу ваяш ганҷина хай хондааст лекин ҳамун забони тоҷикия охи бо гап мезанад ширин хондагӣ ки ҳама қарсак мезанад дар афғонистон хондан эрон хондан дар ӯзбекистон ҳам низ хондан забони форсӣ ҳам дар рӯи дунё яке аз забонҳои маъмул аст пас аз англисӣ русӣ арабӣ забони форсӣ як забон аст ки тамоми олимони бузурги дунё форс буданд охир ҳеҷ гап не мо фахр мекунем ки мо мехонанд мо ба ягон ҳунарманд мо зиддият надорем танқид намекунем мана баъзеҳо ҳозир як ҷавоное мегӯянд оҳангат нашуд фалон ин хел гуфтан дар кор нест бояд тарбия кардан дар кор бояд роҳаша фаҳмондан дар кор як тарзи маданияти тарбияи ҷавонон ҳаст камбудиша гуфта бо ҳамун роҳ ба даровардан дар кор ки ҳамин хел хонаад аки каромат аз номи ҳамин собиқадорон барои шумо доим хурсандӣ хушбахтӣ мехоҳам вақте ки шумо дар хизмати аскарӣ будед каме ҳам бошад дар бораи як лаҳзае гап занед ё то ин вақт бо баъзе ҳамхизматҳо тамоси телефонӣ доред ё не рости гап мо 3 нафар аз тоҷикистон хизмати ҳарбия дар украина адо кардем аз қумсангир лутфуллоев мусо буд аз исфара эромҷон бобоев вақте ки қисми ҳарбӣ ба хизмат мекардам мо як части махфӣ буд ки дар он ҷо занҳо бисёр кор мекарданд яъне ки яроқи ҳарбӣ месохтанд баъд мо саҳнаҳои ҳамун театри ҳамун солдатҳо саҳначаҳо иҷро мекардем бо забони русӣ ба ҳаваё ба маъқул мешуд театра гурӯҳи оташхомӯшкунӣ буд ман сардор будам дар он ҷо
و یک سوختاری کلان در همونجا خاموش کردیم با ما رخصتی دادن ما 15 روز آمده اینجا به وطن به دم گرفته با رفتیم همون سال 85 86 خب همون وقت فاجعه چرنوبیل بود ما همون وقت رفته بودیم خدمت کردیم در شهر سلاووتا در خملنیتسکی اوبلاست خدمتمون با سر بلند اجرا کردیم وطن به برگشتیم اکنون دور خدمت است مردانگی همون وقت ظاهر میشد که مرد وطن خودش حمایت کند خدمت وطن قرض است برای هر یک جوان مرد من خدمت حربیه تمام کردم 1.5 سال آمدم هر یک جوان مرد خدمت حربیه کند بعد به قدری زندگی پدر مادر وطن میرسد بعد هنرش هم زیاد میشه تمام هنر را در همون خدمت حربی یاد میتین ساختمان رانندگی در همون وقتا تکنیکی درس ها هست استاد آوازتان خسته نباشد یک سرود داشتید با نام بچگی خوب میشد که درباره تولید همون سرود میگفتید استاد راستی گپ استاد لایق شاعر به‌بها هستند یک فیلسوف هستند چی میگن در یک دهات کلان شدند لیکن همین شعری استاد لایق کسی که خوان اگر همین آوازخوان باشد در دلش همین یک شراره وای دور میزند که همین آهنگ بنده وقتی که شعری بچگی هم به کس و تنهای من سراییدم من از کتاب گرفته سراییدم لیکن پیش از من سراییده بودند ویا بعد من فهمیدم که سراییدن حاضر بسیار هنرمندا سراییدن لیکن همون آهنگ به من معقول شد همون سراییدم یعنی که با چی میگم وقتی که ثبت کردم همون غیژک با مدولی بسیار خوشروی نواختگی همونجا همون آواز غیژک بهترین است یا بچگی ما خیلی با همون غیژک گذشت با نی گذشت با دوتار گذشت با دف گذشت یعنی که با همون میدان گذشت من ساعت 4 سحر همراه یک دوستم به که جمع کنی می رفتیم همون وقتا برای چاروا علف می آوردیم آخی 4 سحر تابستان گرم که آخی وقتی تعطیلی تابستان نمیکتن این شعر موفقیت پیدا کرد گل کرد به همه معقول شد خیلی باز حاضی سرایده ایستادن باز می سرایند باز هنرمندانی هستند که در هر رویه می سرایند من فخر میکنم که همین سرودی استاد لایق شیرالی را سراییدم و همین مخلص پیدا کرد عبیدالله جان امروز خوشبختانه شما از شاگردی به مرتبه استادی رسیده هستید و یک چیز رو گفتنی هستم که تمام سروده های شما چه در سبک خلقی باشد چه در سبک مثلا کلاسیکی محبوبی تمام مردم تاجیکستان و بیرون از آن گشته است و من همین رو گفتنیم که شما در وقت ایجاد کردن آهنگ با کدام اسباب موسیقی ایجاد میکنید؟ حاضر در خانه همون یک اسبابی وای گرفتگیم رولان تمام اسباب ملی درونش بس من پسرم نکروز جان خاطی میشینیم همون کتابا ماندگی ایجاد میکنیم بعد رفته با اسبابای ملی همراه میکنیم چیزی که ندانستیم البته من از بزرگان میپرسم بسیار وقت از امیربگ مصاحف میپرسم منم اولی چند تا رمانس تیار کرده ایستادم رمانس با وای که یک رمانس باید یک موضوعی وای باشد در بر میگیره چند بار کار کردم با امیربگ مصاحف وقتی که استاد زاکر نشانوف به من بسیار از جهت موسیقی یاردم کردن بهرام تاشف یاردم کردن بابا جان شهزاد میپرسم ندانستگی من میپرسم کوشش میکنم که همون یک آهنگی برآوردم کمبودی نشود با مصلحت جامعه مصلحت قطعی همون آهنگ میبرم سلامت باشید اینجا سخن‌ها بسیار شد بسیار عبیدالله بسیار خاکساری کردی چه خیلی که صابر جان گفت همه رو تعریف توصیف کردی درباره خودت کمتر گفتی و اون چیزی که ما میدونیم درباره تو اون چیزی که بود چیزی که دونیم حاضر مجبوریم این گپا رو گوییم اول سوال داشتم یک سوالی داشتم درباره تئاتر که استاد به شما سوال دادن جواب دادید درباره خاکساری و هنرمندیتون گفتن بودن که صابر جان گفت زد همین ما که
از آخر نشسته میکروفون با ما دیر رسید. شخصا من و دوستای ما فخر میکنیم که چنین دوست و چنین همکورس داریم و در حقیقت وقتی که ما همراه میخوندیم قطعی عبیدالله در یک کورس اکتیوری میخوندیم ما قریب شب و روز همراه بودیم. سرودخوانی رو من از شوق از عبیدالله بسیارتر شوق گرفتم، لیکن عبیدالله جان اکتیوری رو کم کردن گرفت. یعنی که ما دیدم که شوقش بسیارتر به سرودخوانی است. برای همین گفتیم بیا یک تمام اکتیور شویم، یک تمام سرود خونیم. همین خیلی مزاحمت کرده بود. خوب سوالی استاد یک بار تکرار میکنم که بقریبی در تئاتر ما نمایشنامه‌ای مترام پاش رو به صحنه گذاشتیم و در اونجا من رول اساسی رو بازی میکنم. رفیق ندارم، همراه ندارم. یعنی که اگر من شما رو خواهش کنم که همراه من دوبلوری من میشوی، یک سوال. چرا نه؟ دویم سوالم همین. دویم سوال من اون دارم که وقتی که اولش که خودت وعده داده بودی که اولی اسکندر جان یک سرود همراه البته ایجاد میکنیم و میخونیم. اولش که من میخوام که یک سرودی وطن رو همراه خونیم، همراه ایجاد کنیم و دویمش این که یک سرودی میخوام تو ایجاد کنیم درباره هم قشلاقه که نامش گرفتی گجدال آباد گفتی کو قشلاقه که ما هم بوی چپاتی دارد. بله اصلیت نمیردم چیزا. یک سرود همراه من ایجاد میکنیم برای قشلاقه. بله سلامت باشید. تشکر بسیار. سوال من اینگونه هست که شما گفتید که 6 فرزند دارم و راه شما را آیا فرزندان شما پیشه کردند؟ دخترانم همش در ساحه های تیبو ترجمان کار میکنن. پسری کلانی هم انا نیکروز جان ترجمان زبان های خارجی است، لیکن هم میسرد هم اسباب بسیار مینوازد. پسر خوردی هم طاهر جان کارگردانی آواز است، در کنسرواتوری ملی میخواند، کارگردانی به هم کار میکند. اینجا کامل جان از رحمتی خواهرم نشانه ماندگی همیشه و کامل جان هم نیز همراه ماست. کفشرگری بسیار نامی است، همه چیز میسازد، هر یک ویا میسازد. حاضی منم نیکروز میگم که 2 مصرع هم سرودی من آمدم به خانه نمی برای اوچه خانه یا 4 مصرعش آهنگ قطعی خواند. من آمدم بده نمی برای اوچه دروازه را کشاده نمی برای اوچه نمی برای اوچه چشمان پرخمارم هر سو تو را بکابند چشمان انتظارم هر سو تو را بکابند آغوش را بخنده نمی کشای آچه نمی کشای آچه. اکوی عبیدالله در حقیقت امروز من افتخار از آن میکنم که در حضور استادان، در حضور همکورسان، در حضور هم مخلصان هم دوستان یک غذای معنوی از سخن و از برآمد و از سرگذشتی که شما قصه کردید از صد یک فصدش را قصه کردید و باعث افتخاری ماست و کل مردم تاجیکستان است که همین خیلی آوازخوانی مشهور داریم و مبارک باشد به شما که در سال نکو شما یک عنوانی از دست جناب عالی قبول کردید. این هم باعث سرفرازی ماست، مخلص شما هستیم و بنده ما تصمیم گرفتیم که امروز در واقع امروز یک دستاویزه که با اهلی بزرگان در اینجا اشتراک دارند و در این یک بنای نو ساخته که با مناسبت 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان به اصلاح داده شده است قدم رنجه کردیم و با شرافت شما و یک کتاب از درآمدگاه دیدم که یک کتابخانه بزرگ دارد و اقدام گرفتیم که از نام رئیس ناحیه محترم ولیزاده عبدالقادر یوسف، از نام رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شهرینه مظفر ظفرجان و اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن کتابی که در حیات فعالیت تمام مردم شهرینه در اینجا جا شده است، از آن جمله شما بنده هستید و اکای بزرگ استاد شما در اینجا
کریم نظر هستند، در نامنویس هستند و در حضور دوستان یکی که شما میخوام همین کتابی که ما آورده ایم همچون دستاورد، همچون یک تحفه در کتابخانه همین با هوای تلویزیون سفینه گذاشته شود، در حضور دوستان به شما تقدیم میکنم. یک سوال آخرین دارم اگر ممکن باشد. این سر در بین ما و شما شاید باشد. گپ در سر اون که یک وقت عهدی پیشه علم کرده بودید. گفته بودید که من بعضی چیزهای جنبست کرده شدم و رساله نامزدی من دفاع میکنم و میگم که محفل علم باغستان بهشت است. علم غذا بهر جوانان دهد، قوت و خرسندی به پیران دهد. علم رهایی ز خطر می دهد، زندگی را زینت و فر می دهد. همین هدف، همین مقصد پیشه کرده شما امروز در کدام سطح قرار دارد؟ اتنوگرافیا یک موضوع بسیار وسیع است. ما از اول یک موضوع گرفته بودیم رسم و رسوم ملی رو، لیکن آینده حاضر گرفته. من حاضر طرزی اتنوگرافی هم هست، رسم و رسومی که از قدیم آمد چخل پیش از ما علمای بزرگ این موضوع کشودن، نوشتن، شروع کرده همشه. لیکن من همین سرودهای فولکلوری من حاضر یعنی که ژانرهاشه، ضربهاشه، موضوعاشه، سرودهای مهنتی، سرودهای مراسمی، سرودهایی که یعنی که میگن مطیه میگن، همونای همشه از من کار کرده ایستادم. اگر وای شود کتابش بعد میبرارم. استادا قطعی همکاری داریم که با هوای نوتا بدرارم، همون سرودهای خلقیه که آینده یعنی که چی ماند همین کسی خون از روی نوتا وای پرفهم میشود. کوشش میکنیم که این کار البته اجرا کنیم. رحمت. و سخن هم آدم میگریاند، هم میخنداند، هم بالیدرو میکند، هم گفتی وای که آدم متانتش هم میبیارد. شعر، این شعرها خودشون چی میگن؟ شعرهای تربیوی البته برای همه ما، مخصوصا برای جوانان در کار است. در کار است که جوانان مادر حرمت کنند، پدر حرمت کنند، خب قدر وطنداری دانند، قدر دیارداری دانند. آبادی از همه خاندانی کس سر میشد. آبادی از خانه هر یک شهروند سر میشد. به قدر همه همین ناز و نعمت، به قدر این وطن، به قدر این استقلالیت، آزادی رسیدن در کار. من از نام خودم، از نام عائله‌ام، آمدنی بودند عائله من فراغت بانو، لیکن پرستار مادری من هستند اون کس حاضر. برای هوای از نام خودم، از نام عائله‌ام، از نام فرزندان، از نام مخلصان به هر یک شما خانه آبادی، خوشی های زندگی، عید مبارک مادران را به مادران و خواهران تبریک میگویم. یک بار دیگر به همه شما سر تعظیم فرود میارم و تا هستم، آواز هست، دست و قوه‌مان هست، برای وطن، برای خلق خدمت میکنیم. ما در خدمت خلق هستیم. رحمت کلام. شامده تا شامده.